اصفره در مقیاس ولایت و جمهوری و بیرون از آن نه تنها با ساحه‌های گوناگون پیشرفته خود بلکه با فرزندان فرزانه‌اش نمونه عبرت می باشد. زادگان این ملک کهن با کار و پیکار خود سالیان دراز بهر پیشرفت انسانیت ترقیات وطن محبوبمان سعی و تلاش کردند که تاکنون نام و پیکار آنها نمونه عبرت دیگران می باشد. با تعبیر پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شهر باستانی اصفره نه تنها یکی از شهرهای اساسی صنعتی و کشاورزی مملکت بلکه یکی از شهرهای باستانی و یک گوشه زیبا منظر تاجیکستان عزیزمان بوده با مردم صاحب معرفت و هنرمند و مهمان دوست اینچنین طبیعت زیبا میوه های شهدریز معماری به خود خاص و یادگاری های باستانیش شهرت دارد. هر یک شهر و ده نکو فرزندانی دارد که با شرافت عقل و ذکاوت کامل لیاقت و هنرمندی عمر گرانمایه خود را صرف آبادانی دیار می کند و به این وسیله در بین جمله مردم اعتبار و ارجمندی می یابند. بعضی انسان‌ها نه تنها با وظیفه‌های اشغال کردهشان بلکه با عمل و رفتار پاک وجدانی و صداقت به مردم در خاطره جامعه نقش می‌بندند. یکی از این گونه شخصیت‌های صاحب معرفت خادم نمایان دولتی و جمعیتی اعظم جان امکجانوف میباشد که نه تنها چهره ماندگار و شناخته منطقه و کشور بلکه بیرون از آن هست و کار و فعالیت آن کس همیشه ورد زبان هاست. رهبری که تمام عمر خود را به خدمت خلق بخشیده عدالت را معیار فعالیت خود قرار داده بود. امروز به مناسبت 90 سالگی این خادم نمایان دولتی و جمعیتی از راه پر افتخار زندگی و فعالیت او یاد میکنیم. میگویند که تاریخ مقدس بوده در سیمای شخصیت‌ها روشن و واضح جلوه‌گر میشود. چون سخن از مقام و منزلت و جایگاه تاریخی سرزمین باستانی اصفره رود طبیعی است که در ردیف بزرگمردان و فرزندان این دیار صاحب فرهنگ و شخصیت‌های عارف و خردمند نام و نسب اعظم جان امکجانوف خاصه ذکر می‌گردد. آدمان نیک با عمل‌های نیکی خودشان با کارهای نیکی خودشان با آن سهمی که در رشد و نموی انمی شهر و ناحیه اصفره گذاشتند همیشه 100 ساله ها زنده میمانند. خدا رحمتی اکو دو هم آدمی به توفیق و انصاف و وجدان بودند که فرزندای نغز تربیه کردند. در تربیه فرزندها هم کوشش و غیرت کردند. حاضر هم باشد و روح و ارواحی اعظم بابای حرمت و احترام دارم چون که برای در آینده سبزیدن من همچون یک خادم دولتی و همچون یک شخصیتی به مردم خدمت میکردگی حصه آن کس نهایت بزرگ است. در مجلس ها آدم سخت می‌ایستادند. طلبات سخت میکردند. بعد از مجلس داشته ما با نصیحت میکردند که این کاری دولت این کاری جمعیتی و شما صمیمی صادقانه کار کنید. دستگیری که از یک سخنی همین کس بود که 126 نفر سابقه دارم با خانه جای تامین کرده شد. من بسیار وای کس را حرمت میکردم. آدمی سختگیر نکی برابری همه یگان خیل چی میگوید کلانگری نمیکردن. رحمت از خلق برآمدگی ما خود را خوشبخت می‌دانیم که در فعالیت مهنتی در زندگی بسیار با آدمان خیرخواه، راهبران اصیل، استادان بی همتا کار کردیم، کار و فعالیت نمودیم.
این آدمان راهبران برای تربیه کادرهای جوان خیلی زحمت میکشیدند، کار یاد میدادند، مصلحت‌های خوب میدادند و یکی از چنین شخصان شادروان امکجانوف اعظم بابایچ بودند. این کس در حقیقت استادی بسیار بلند بودند، بسیار شخصی دانا بودند، فاضل بودند. همین بی نهایت مالکیت دولتی به انتظام راهبری به انتظام کاربری به بسیار اعتبار جدی میدادند و وقتی که ما به زینه‌های دولتی به کار آمدیم، اعظم بابایچ الکی رئیس کمیته نظارت خلقی بودند. این یک ساختاری بسیار نامدار بود، ساختاری بود که همه عزت و احترامش میکردند، با مخصوصا با سروری چنین راهبر به مانند شادروان استاد عزیز امکجانوف اعظم بابایچ. اعظم بابایچ امکجانوف یکی از شخصیت‌های شناخته‌ای نه تنها ناحیه بلکه ولایت جمهوری بودند. اون کس گفتم ممکن است که خادم نمایان با دولتی همان وقت بودند. سالهای دراز کمیته نظارت خلقی ناحیه اصفهان را راهبری میکردند و همچون یک شخصیتی عدالت پرور، حلال و پاک و در تربیه کادرهای جوان شناخته سهمی نهایت بزرگ در ناحیه گذاشتند. همان وقت کمیته نظارت خلقی ناحیه یک مقامی نهایت مهمترین شناخته میشد و قرارهایی که این کمیته قبول میکرد همه مقامات های ناحیه از جمله کمیته حزبی ناحیه که یک وکالتی راهبریتی اول رو در ناحیه داشت اعتراف میکرد و آنها رو گفتم ممکن است که همچون این قرارها رو همچون قانون قبول میکرد. مردمی ناحیه اساساً از کمبودی های جای داشته، بی‌عدالتی یا دیگر پرابلم ها با همین کمیته مراجعت میکرد و در کمیته برای مردم دائما گشاده بود. اعظم جان امکجانوف سال 1936 در دهات باستانی واروخ شهر اصفهان به دنیا آمده است. محیط سالم عائلوی و تربیت نیک پدر و مادر در تشکل جهانبینی و خصلت‌های انسانی او نقشی مهم گذاشتند. از سالهای جوانی او با حس بلندی مسئولیت شناسی و تلاش برای دانش اندازی فرق میکرد. شاید صافدلی با همتی دلیری از دشواری‌ها نهراسیدن بر این خصلت‌ها در وجود او همان سالها معوا گرفته بودند. برای تشکل جهانبینی و خاراکتر اعظم جان سالهای خدمت در فلات حربی بحری کمکی کلان رساند و در آنجا چون نامزد به اعضاگی حزب کمونیست داخل شد. پس از ختم مکتب عالی حزبی شهر تاشکند فعالیت مهنتی خود را در ساختارهای حزبی آغاز نموده همچون اینستروکتور کمیته شهری حزب کار کرد. محض در همین دوره قابلیت تشکیلاتچی، مناسبت جدی و اجرای وظیفه و مسئولیت شناسی او بیشتر ظاهر گردید.
همکاران او را همچون شخصی سرطلب ولی عادل می شناختند. اکو اعظم جان مکجانوف از سالهای 75 نغز می شناسم. آن کس من همون دوره ها مولشناسی جمعیت مطلوبات ناحیه بودم. آن کس همچون رئیسی نظارت خلقی ناحیه کار میکردم. ما کارمو بسیاری وقتا با هم وابستگی داشت، چونکه سودا با نظارت خلقی با یک جایگی کار کند جدا هم نقض میشد، چونکه طلبات خلق عریضه شکایت های اکو اعظم جان که می آمد و یا با همراهی ما حل میکردند. آن کس در دوام سالهای طولانی در این کمیته بسیار هم مهم کار کرده، همه پستی و بلندی های حیات آموخته، بسیار آدمی پرتجربه بودن. عریضه ها بسیار می آمد، همشه تفتیش می کردن. یگان تا عریضه نوعدالتانه نمی دیدن. همشه از روی عدالت، قانون، قاعده دیده، سنجیده سوال و جواب می کردن. اکو اعظم جان آدمی بسیار هم با وجدان، پاک وجدان، تازه، از یگان کس یگان چیز طمع نمی کردگی انسانی بزرگ بودن. در دوره همون نظارت خلقی کار کردن. یک تا اولگا ایوانونا گفتگی زنک اینستروکتورشان بود. وای کتی همه عریضه های عمدگی پررگیش کتی تفتیش میکردن. همون دوره ها این بی امضا عریضه ها بیادم تفتیش کرده، یک جواب دوخته میماندن که من همین بی امضا عریضه صاحبش بیاد، انا همین جواب میتیم گفته. سالهای طولانی کار کرده، یگان کس ابینش خون آمدن به ماندگیشان نه. هر یک آدم خودش به یرشه گبزنان کرده، مصلحت داده، فکر و ملاحظه‌های توغری داده، کار کرده آمده بودن. بعد از آن همون دوره ها اسفره ناحیه 40 میلیون توپ کنسرو میبرود. هر شب همین کنسرن کابینتی بالا به نوبتدار اعصاب راهبران اول گسیل کرده میشد از طرف کمیته پرتوی شهر، کام اجرایه. منم همچون راهبر اول بودم همون دوره ها سالهای 79 تا 86 همون نوبتداری به می رفتیم. نوبتچی اساساً بسیاری وقتها از حکومت شهر اکو اعظم جان بابای ویچ بودن. ما وای اکا می گفتیم، استاد می گفتیم، چونکه وای همون 40 میلیون توپ برای استحصال کردن کاری بسیار لازم بود. هر دو کنسرن کابینه 2-3 مینگی کار میکردن. همون شباب کمیته پرتوی شهر رودینکا لئونید پتروویچ بسیار وقت صنعت کی کوریر بود میکردن، آمده نوبتداری میکردن، حکومت می آمدن، یولداشوف صفیدین یولداشویچ، اکوی اعظم جان، هم موشان همون هنگ کرده کارگرای دقت شوی به نمانده و یگان کاری نامطلوب شدن به نمانده بخش و خرسندی همون سمینه میگذراندن. بعد از آن اکو اعظم جان و حکومت شهر شورا کار برفتن. کارشان شورا بنده هم جدا هم نقض بود. همه پستی بلندی ها که دیدن کار کرده می آمدن، بسیار مسئله های جمع کرده، آدم های با همدیگر صحبت کرده، بخش و خرسندی می گذراندن. خیلی آخرین دوره اقتصادی مستحکم بودنشان دانسته، حل کرده، آزموده، فهمیده. کمیته پرتوی شهر با حکومت شهر اینوی به گارستاد گذراندن.
گورستتاندم فیداکارانه یگان خیل اضافه نویسی یا کارهای ناشایان به راه نداده سالهای دور و دراز گورستتاندم کار کردم. استاد امکجانوف ازم بابایویچ سال 1983 سال من در خاطر دارم که یک مقاله بسیار پرمحتوا در گزیته پراودای همون دوره، این گزیته بسیار آبروش بلند بود، دوره های پرچوی کمونیستی به در همون جا یک مقاله درباره انمین رئیسی کمیته نظارت خلقی اسفره برآمده بود و با آن گزیته که اینقدر توجه بلند بود هر کس را جای نمیدادن. مقاله سرلوحش председательский پست بود. ما کوشش کردیم که در گزیته شهری نیز کمونیستی اسفره چاپ کنیم، همین مقاله در حقیقت چاپ هم کردیم، لیکن بسیار سخنهای نیک گفته بودن درباره کاربری همین ازم بابایویچ همچون رئیسی کمیته نظارت خلقی شهری اسفره. انسانی اگر جدی هم که بودن لیکن انسانی بلند بودن، مهربانی هم میکردن، مصلحت هم میدادن، کارم یاد میدادن، یک پیری کاربرین بودن این کس. بنابر همین حرمتشان، احترامشان همیشه بین جمعیتی اسفره به ولایتی سقوط به بسیار بلند بود. من در خاطر دارم که کمیته نظارت خلقی همون دوره اتحاد شوروی سزاوار عنوان بلند علاچی همین ساختار یک عنوان هم دادند، عنوان گرفتند. این عنوان های بود که علایده شخصان می گرفتند و ازم بابایویچ سزاواری همین عنوان بلندی همون دوره اتحاد شوروی شدند. سال 1970 اعظم جان امکجانوف رئیس کمیته نظارت خلق شهری اسفره تعیین گردید. این وظیفه از رهبر تقاضا میکرد که در حفظ قانونمندی، ترتیبات و منفعت‌های مردم استوار باشد. او در اجرای این رسالت همیشه با پرینسیپ‌های عدالت، راست قولی و وجدان تکیه میکرد. مورد به ذکر است که در زمان شوروی محض با جهد و تلاش و مسئولیت شناسی بلند نظارتچیان خلقی میلیون‌ها سوم مبلغ‌های دولتی و جمعیتی برقرار گردیده حفظ منفعت‌های جامعه تامین کرده میشد. نظارتچیان خلقی آن زمان رمزی برجسته صداقت با عدالت، وجدان کسبی و خدمت صافدلانه به دولت به شمار می رفتند. اعظم جان امکجانوف نیز در این نهاد با نفوذ و وظیفه پرمسئولیت سالهای طولانی به پاک وجدانی، سرطلبی و عدالت پروری فعالیت بردند. برای فعالیت پرثمر و سهم ارزنده‌اش در تحکیم نظام نظارت جمعیتی با عنوان فخری علاچی نظارت خلقی SSR، اردن نشان فخری و ده‌ها افتخارنامه و مکافات‌های ساحوی قدردانی گردید. این اعتراف مهنت صادقانه و خدمت‌های شایسته او بود. در سالهای 1989 1990 به حیث رئیس شهر شوراب فعالیت نموده، آن سالها برای ساکنان شهرک انگشت کنان دوره مسئولیتناک به حساب می رفت. در چنین شرایط او با مردم نزدیک بود، مشکلات آنها را از نزدیک می آموخت و برای حل آنها تمام امکانیت ها را سفربر می کرد. من از آن بابایویچ از سال 1978 اینجا میشناختم تا قید حیات بودگیشونه. سال 1978 ما سوخوز اتفاقاً متخصص و جوان بودیم. اون کس همچون رئیس کمیته نظارت خلقی ما به اپولناموشن بودن.
نمایش بوده همین سابقات برفته اشتراک میکردن نسبتی کمبودهای پیشروی ها در مجلس ها گام میزدن قریب که دویم یک عضو کلکتیو ما همونجا بودن من از همون وقت روز از هم باوچه میشناسم رئیس نظارت خلقی اگر همون وقت حزب کمونیست رایکوم میگفتن آدم اول حساب میشد اگر رئیس کمیته نظارت خلقی پیش گوش کنترل دولتی بود یکی مقامات های بینهایت بلند بود همونجا مخصوص چورکپا همون کس نماینده شده میرفتن از کار بار خوجگی دیدن میکردن در مجلس های جنبش کرده با حقوق میکردن در وقتی منچینی پخته و موبیلیزاسیون همونجا نماینده شده رفته برابری راهبری قشلاق آدم سفربر میکردن یکی از راهبران همان وقتی پیش نوحی اسفره گویمون خطا نمیکنیم حقیقتا راهبری کردان بودن راهبری دانا بودن راهبری سیرطلب بودن در عین خود راهبری مهربان بودن در وقت همین سفرهای کارشون رفته در خوجگی بودن بسیار مسئله های همونجا حل میکردن بعضی مسئله هایی که از نوحیه بود و یا در آنجا بودن برای حلش آدمو مخصوص برای حل مسئله برای مصلحت همون چورکبا خوجگی اتفاق برفته همونجا مصلحت ها گرفته میامدن من انمی خیلی میشناسم شادروان امک اعظم جان امکجانو سالهای زیاد در وظیفه‌های بلندی راهبری دولتی کار کردند. در رشد و آبادانی شهر اسفره تربیه کادرها جابجاگذاری کادرها سهم ارزنده خود را گذاشتند. شاگردان زیاد دارند. همچون پدری مهربان فرزندان را در راه وطن دوستی مهنتی حلال و راه درستی زندگی تربیت نمودند. سیرطلب بودند. در رعایت به قانون‌های سخت می‌ایستادند. عدالت پرور و مهربان بودند. من در وظیفه سردار شعبه بنفشه‌گیری و استیصال اداره ساختمان تعمیر ساختمان شهر اسفره کار می‌کردم. استادم امک منصور جان عمر رئیسمون به نزدشان در رخصتی مهنتی بودن دعوت کردند و سپارش دادند که در جلسه کمیته نظارت خلقی که آن وقت نرادی کنترل میگفتم باید من اشتراک کنم و تاکید کردند که به سوالها آیدی کمبودی ها گپ زنن جوابی درسته و اصلاحش به چاره‌جویی میاندیشیم تا جواب دیختم. باز تاکید کردند که رئیس نظارت خلقی آدم بسیار سیرطلب حقیقت‌جو و دروغ را نمیپسندند. در وقتی معین شده آمده در جای تعیین شده آمده ایستادم. در تالاری قبولگاه شخصان بسیار نشسته بودند. همشون راهبرای کارخانه ها بودند. دعوت کردند در تالار اعضایان کمیته نظارت خلقی نشسته بودند. در مابین شخصی نشسته بودند بسیار نورانی. از نگاهشان فهمیدم که سیرطلب و سخت طلب بودند. سلام دادم، علیه گرفتم و پرسیدم. من خود را معرفی نمودم. پرسیدم برای چی رئیستان منصور جان عمرش نآمدند؟ من سببش را فهماندم. آیدی کمبودی های کارخانه که جای داشته بود سخن رانده از من پرسیدند و برای اصلاحش چاره‌جویی نمودن را از من طلب کردند و گفتند من از شما میپرسم. وقتی که رخصتی اجازه دادن که برایم پیش از همه گفتند پسرم بسیار کادر یاش بودید، نقص کار کنید، آینده در وظیفه‌های گوناگون کار میکنید هم. البته از امکی منصور جان عمر بسیار چیزا آموزید که آن کس راهبری بسیار ارزنده می باشند و تاکید کردند که به نام نیکی عائله نورالدین فا داغ نبیارم. این اولین شناسایی من با امکی اعظم جان امکجانوف بود.
آنهایی که با اعظم جان امکجانوف همکاری داشتند پیش از همه راست قولی و عدالت پروری او یاد می کنند. او هیچگاه منفعت شخصی را از منفعت جامعه بالا نمی گذاشت. در هر قرار مسئولیت بلند احساس می کرد و همیشه با مردم با احترام مناسبت می نمود. اعظم بابایی از سال 1973 اینجا خیلی نقض میشناسم. ما اون وقت در دوره حکومت شوروی کار میکردیم. اون کس نارودنی کنترل شهر کار میکردن. یک چند بار با اون کس من واخوردگی در دوام کار. شخصی نهایت درجه سختگیر و هم مهربان بودن. و مملکت دولتی همون وقت مملکت جمعیتی خیلی دلسوزانه رفتار میکردن. ما متخصصای جوان نصیحت های مول کردگی. من در دوام کارها من آینده دیگر صاحب کارگر شدم. من آخرین سال جماعت با حکومت رئیس جماعت کار کردم. همین نصیحت های اعظم بابایی ما با کار داد. هر کس فقط میگفتن که راست کار کنید، توگری کار کنید. تا 50 سالگی برای آبرو کار کنید. بعد 50 سالگی برای شما کار میکند. همین شعاری همینا بودن که ما وای آدم دائما یادآوری میکنیم. در مجلس ها آدم سخت میستودن. طلبات سخت میکردن. بعد از مجلس داشته ما با نصیحت میکردن که این کاری دولت، این کاری جمعیتی باید شما صمیمی صادقانه کار کنید. عموما نسبت اعظم بابایی امکجانوف بسیار چیزای گفتنی ما. لیکن افسوس که وای خیلی آدم‌ها حاضر باشنم لیکن ما نمیدونیم. نهایت درجه آدم خاکسار. امسال امکجانوف اعظم جان که یکی از شخصانی برومند شهر اصفهان بودند 90 سالگی مولودشان را جشن گرفته می شود و این شخصی بزرگ در دل دیده شهروندان شهر اصفهان ابدا جای گرفته است. این در نسبت این شخص بزرگ همین را گفتنی هم که سالهای 1998 با مکتوب شورای سابقه‌داران جنگ افغانستان شهر اصفهان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اصفهان مکتوب اظهار کرده بودیم و برای با اچاسکه نزد اولیگی تامین نمودن سابقه‌داران جنگ افغانستان و با دستگیری و هدایت های همین شخصی بزرگ و سابقه‌داران جنگ افغانستان به 126 نفر از موضع 13 با 6 ساتقی اچاسکه نزد حوالگی تقسیم کرده داده شد که علل خصوص این کس هدایت های همین کس بود که به رئیسی همون وقت شهر اصفهان همون وقت شهر اصفهان حلیموف عبدالحکیم پیشنهاد همین کس بود که یک موضع ناآباد که زمین های سنگلاخ بودن به سابقه‌داران که آنها در افغانستان خدمت کردند با اچاسکه حوزگی تامین کرده شود. بعد از پیشنهاد همین کس سابقه‌داران اچاسکه نزد حوالگی دار شدند و حالا در آنجا استقامت و زندگی خود را گذرانده ایستادند و منتداری همه شورای سابقه‌داران همه اعضایان شورای سابقه‌داران را با عائله همین نفر میرسانم که یک دستگیری این کس یک سخنی همین کس بود که 126 نفر سابقه‌داران با خانه جای تامین کرده شد. در همه وظیفه‌های کارکرده خود اعظم جان امکجانوف با حسی بلند مسئولیت برای آبادی دیار و گلگل شکوفی تاجیکستان عزیز زحمت کشیده و باوری خلق سزاوار گردیده است. با اعتماد ساکنان و احترام همکاران جامعه اعظم جان امکجانوف چندین مراتبه وکیل مجلس شهری انتخاب گردیده در حل مسئله‌های اجتماعی و رشد شهر سهم نظر گذاشته است. حتی بعد به نفقه برآمدن همین شخصی معتبر از خدمت جمعیتی کنار نرفته همچون معاون رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر
با استفاده از تجربه غنی کاری بهر غمخواری در حق سابقه داران و تربیه نسل جوان زحمت کشیده است. من بعد مکتب همینجا به قشلاق با کار آمدن مدیر قسم علمی بودم. هم народний حالی کنترل بودن اینا. Azamjon شهر رئیس народний партийный کنترل بودن. من مکتب و نظارتچی خلقی پارت کنترل من بودم. اگر هر یک کمرتل به یک جمعه شبدگر همین جمعه مایا Azamjon میگذارونن دیگه سربری کرده و کالخوزهای پارت کنترلش رئیسش جمع کرده و تشکیلات‌های و مکتب‌های سمینارهای میگذاروندن. همونجا سال دیگر ما با انازی شناخته گرفتیم. بعد دانستیم که هر دو ما همسنف بودیم. بعد این کس به رئیس گورسویت شورا انتخاب شدن. رحمت اعظمجان که همون همون وقتا مناسبت ما نقض بود. یک خصلت نقضشان همین بود که آدمی دروغگوی بد میدیدن. آدمی گفته روسا چیست نبودن دیگه. همه پارت کنترل کار میکردن و نزدیکترین آشناشان میاد دوستی هم قدح باشن هم ریایی نمیکردن. همین راست خدا نگاه کار میکردی آدم بودن. برای همین آبروشان اعتبارشان بین خلق زیاد بود. آدمی چهرشان من همین دین روزانگی با این حالی همین چهرشان پیش نظر من دیگه. قامت بلندی زیبا چهره بودن، خوش معامله بودن، کمبودی و خواب بسیار سخت میستودن دیگه. همین کمبودی به مرسان نمیکنن. مالکیت جمعیتی، مالکیت دولتی به دلسوز بودن پیش از همه. الان این خصلتاشون و خصلت تا همین درجه مرتبه های بلند برداشت. بین خلقند آبروی حرمتشان بلند بود. دوستا و مهربان بودن. شادروان امک اعظمجان امکجان مثل دیگر راهبران اسفر مرز نوریدین و شاهابدین، عمر و منصور جان، همراه خوجه مکرم و کپتای تور خوجه، آرتق قربان و نوریدین و فخریدین، عالم و مرزا تاشی سنگین و معلم سوریدین و گلحسا خان، مرزا شریف رحمان و ده ها دیگران برای شهر اسفره و ولایت و جمهوری کارهای زیادی را اجرا کردند. یک سحری بر وقت ساعت 7 نبود برای اجرای کار به بینای کامیجرای شهر اسفره رفتند. در بیرین هیچ کس نبود. داخلی بینا شدم. در آنجا در راهروی کریدوری آشنای یکم کسی را دیدم که کارهای تعمیر و رفته ایستاده نظارت میکردم. آن وقت تعمیر اساسی بینای کامیجی حکومتی شهر رفته ایستاده بود. نزدیکتر رفته دیدم که امک اعظمجان بودیم. سلام دادم، علیه گرفتم و با آغوش گرفته حال پرسی نمودم. هر باری که واخوریم میگفتم پسری آشنایم فخریدین خوجه، گفته آغوش میگرفتم و دعا میکردم. اوضاعشان بیجا بود. کمتر آشفته حال بودم. پرسیدم امک سلامتتان درست می؟ به گپی من جواب دادم ما با این نیت در صحن بینای حکومت نیهالهای آرایشی همیشه سبز شناندگی نبودیم. نمیدانم به کی خلل رساند که همش را ریشه کن کردم. بعد فهمیدم که برای چی امک آشفته حال بودند. شادروان امک اعظمجان امکجانوف در رعایت به قانون سخت بودند. وعده بازی، وعده خلافی، گپ‌های دروغ، خیانت کردن به ملک جمعیت، بی‌عدالتی را نمی بخشیدند. انسانی به معنای تامش پاکیزه بودند. من افتخارمندم که با امک از نزدیک شناس بودم و سزاواری دعا و پند و نصیحت‌هایشان شدم. امک گرامی قدر فقط به نفع جمعیت کار کردند. خصوصیت فرق کننده فعالیت اعظمجان امکجانوف صادق بودن به ارزش‌های عدالت، مسئولیت شناسی و راستقولی محسوب می‌یافت. آن کس با خدمت دولتی همچون رسالت اخلاقی
و مسئولیت شهروندی می‌نگریست. از اینجاست که در بین همزبان همزمانان همچنین شخصی پاک‌طینت با وجدان، حقیقت‌گو و عدالت پیشه اعتراف گردیده است. زندگی نامه او نمونه خدمت به دولت و ملت، نمونه صداقت به وظیفه و ورزش‌های والای انسانی می باشد. 5 نفر فرزندان دوام عمر پدرند، می‌کوشند که در همه کار پیروشان باشند. راست گشتن، راست گفتن، راست زیستن مرام زندگی آنهاست. شادروان ازم بابایچ با زوجه مهربانشان آچه بانو بسیار انسانی بلند بودن. اویلشانم مادری بزرگواری خاندان، همیشه از پای تعلیم و تربیه فرزندان بودن. 5 نفر فرزند، هم پسرها هم دخترها، کوشش کردن که در عائله هم فرزندها خواندگی باشن. کوشش کردن که همشون معلومات عالی داشته باشن. بنابر همین هم فرزنداشون بسیار نیک بینانه تربیت کردن، خوب تربیت کردن و امروز در ساحه های گوناگونی مختلفی خواجگی خلقی اسفره کار کرده ایستادند. در کجایی که نباشن فرزندا، من دیروز ما به یک کلکتیو رفتیم گفتیم که این نبیره ازم بابایچ هستند. انا در کانتاکت کار میکردیم. نبیرشون بسیار دختری زیبا و نازنین، دانشمند. همونجا ما یادآوری کردیم که اینا نبیره ازم بابایچ هستند. خیلی بابا جان میدانیم که در ساحه خواجگی قشلاق یعنی کشاورزی بسیار سالها کار کردند. یک بسیار اقتصادچی ماهر، کشاورزی ماهر. امروز هم همون کار دوام داده ایستادند. ظفر جان بسیار انسانی بلند بودند. شادروان بسیار بسیار فرزنده که بهترین بودند. اون کس حقوق شناس بودند. و عموما گویم که فرزندا و نبیره و ابیره های بسیار هم دانشمند و وای رساندند. ما ازم بابایچ را بسیار نقد می‌دانستم. وای کس از همین کارگری عادی سر کرده تا زینه‌های بالا برآمدند، تا رئیس کمیته نظارت خلقی اسفره، اعضای بویروی حزب شهری کمونیست. چند سال با نصیب بود که ما همراه در کام اجرایی شهری همراه کار کنیم. من بسیار وای کس را حرمت می‌کردم. آدمی سختگیر، نیکی برابری همه یگان خیل چی میگوید کلانگری نمی‌کردن. رحمت از خلق برآمدگی. من کمک پیش از این دیگر اداره های حکومت به آمدنم مکتبی 12 و معلم شده کار کردم. 3-4 فرزنداشون من درس دادگی. همه فرزنداشون فرزندای نه این خیل چی میگوید خیلی هم برابری همه فرزنداشون هم بچه های ناس فرزندای بسیار نازه تربیه کردن. خدا رحمت و شایسته جنت کرده باشد. و همراه اینا با ما استادای ما بابا آقای نظرف، منصور عمرویچ، دیگر ها همراه همه ها من همه هاشونه ازم بابایچ هم وقت با یکی یاد میکنیم. وقتی که سخن درباره معلم اعظم جان امر جان سخن می رود، شخصا من در پیش نظری خود یک مردی چهره کشاد، شخصی با چهرهشان معلوم و آدم مهربان را در پیش نظرم می آرم. ما با معلم سالهای طولانی کار کردیم. معلم در وظیفه سرداری نظارت خلقی بودم. بسیار هم شخصی همین سخنی و راسته، کاری راسته دوست می داشتم. لیکن با یگان همون شخص های قانون ویران قانون شکنی می کردن و همون ها فهمانده چقدر که این ضرری وی رساندگی باشد برقرار می کنندن و نمی گذاشتن که به پای یگان تا همین اعضای همون وقت حزب کمونیست زیان رسد. وقتی که معلم هم کریدارنده می گشتن ما و همین آدم جدی به حرمت برآمد بودنشان ما میه را سدیم راستیگه
اما وقتی که رفته سلام علیک کنیم سلام علیکای خوش رو میکردن، همه اهل علمای میپرسیدن، همه خیلی شخص بودن. وقتی که همون بعضی آدمانی کار افتاده که ویشان وقت همون شخصانی کار افتاده که دادشان و حل نمیشد، البته نزد معلم می آمدن. من برای چی این گپ های میگم؟ چون که من هم اعضای همون کمیسیه بودم و معلم البته همه این مسئله های حل میکردن، جایش برفته حل میکردن. آبروی معلم نه تنها در مقیاس ولایت و جمهوری بلند بود، در همین اتحاد شوروی هم بلند بود که درباره همین معلم ما امکجانوف در گازیته پراودا که ارگانی بلندی همون وقت حزب کمونیست حساب می شد، درباره معلم و سال 1983 مقاله چاپ شده بود. این از آن گواهی می دهد که معلم همین وظیفه خودشان را صاف دلانه از تحت دل اجرا می کردن. درباره معلم از عقیبشان هیچ کس سخنی وی گفته نمی توانست، چون که وی آدم بسیار هم آدمی راستقل راستکار بودن. امروز با گذشت سالهای زیاد نام اعظمجان امکجانوف همچون شخصیت صاحب احترام، راهبر عادل و فرزند صادق وطن در خاطر همزمانان باقی مانده است. میراث معنوی او راست قولی، مسئولیت شناسی، عدالت پروری و خدمت بی‌غرضانه به مردم است. ارزش هایی که امروز نیز برای نسل های جوان نمونه عبرت و مکتب زندگی می باشد. 90 سال از روز تولد این مرد نجیب سپری می گردد، اما راه زندگی و فعالیت پرشرف او همان و همچون نمونه خدمت صادقانه به جامعه و دولت در صحیفه های تاریخ دیار باقی خواهد ماند. راهبری پرینسیپناک بودن، راهبری دانا بودن، راهبری که گپشون و عملشون یک بود. دروغ بینات بعد میدیدن، میگفتن که همین میشد میتونه هم با وعدتی وقتی در طلب کردن یک سپارش میدادن، اگر میتونستگی باشه وعدتی، نیکس نمیتونستگی باشه من با دروغ نگم که من نویر خفه میشم. حقیقتا همین خیلی بودن. بعد از اونجا از نظارت خلقی شهرک شورا با رئیس کمیجرایش کار کردن چندین سال. در شهرک شورا اساساً روز زبان ها در کان شخصی شورا و مسائل تشکیلات شورا بند کار میکردن. اساساً روز زبان ها بودن. حقیقتا همچون اینترنشنالیست برای دوستی خلق ها، برای یک جای گذاشتن توی معرکه ها همه وقت کوشش بخر میدادن. ما هم چندین بار تکلیف کردن که بیتان گفته ما رفتیم، حقیقتا همه سرجم بود، همه از یک گریبان سر برآورده کار زندگی میکرد. اونجا ما رفته کار کردن. در وقت راهبری و یا شهرک شورا آنچه پیش رفت، ترقی کرد، آباد شد. شختی هم استحصال انگشتش تا 1 میلیون تونه برآورد. همین کس رئیس شهرک شورا بودن. گرچند راهبری شخصی دیگر باشتم، برای همین استحصال انگشت، برای استحصال همین جنده تشکیلات مؤسسه و مکتبات دیگر و مسئولاتش برآوردن. این آدم هم جوابگر بودن، طلب میکردن، همین کار میکردن. حقیقتا یک کار تشکیلاتچی به نهایت ماهر بودن، رفتن اونجا به تشکیل کردن. بعد از اونجا ما این دوامنده مایم سیکن زینه به زینه مایم بلند برآمدم، وظیفه گرفتم، سرگرانام شدم. من رئیس جماعتی دیهاتی چورکو شدم، 23 سال کار کردم. بعد همین دورانده ازم بابای حکومت به مدیر شعبه تشکیلی به راهبر بودن.
مخصوصا برای همین کار و یا با جماعت های شهرک دیهات بود. شهرک دیهات بود. ما با همچنان راهبری و نو بوسته راهبر بودم. همه کار و مسئولیت ما از هم با وجود میکردیم. дар ҳамон вақтҳо на агентии коррупсионӣ буду, на палати ҳисоб буду, но як мақомоти андоз функсияҳои ҳозира доштаашро дошту. ҳамаи ин функсияҳоро кумитаи назорати халқӣ бо сарбаландӣ иҷро мекард ва қарорҳое ки ин кумита тартиб медоду қабул мекард дар кумитаи шаҳрии ҳизб, дар кумитаи иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳия мавриди омӯзишу мавриди баррасӣ қарор мегирифтанд ва қарорҳои ин кумита ҳуқуқи гуфта мумкин аст ки кумита чӣ дошт? қонунӣ дошт ва роҳбарони корхонаҳо, шахсони мансабдор ҳаракат мекарданд ки зери таваҷҷӯҳи ҳамин кумитаи назорати халқӣ қарор нагиранд ва гуфта мумкин аст ки аз ин кумита метарсиданд. он кас шахси ниҳоят хоксор буданд. зиндагии хоксорона мебурданд. шахси ниҳоят ҳалолу пок буданд. дар тарбияи кадрҳои ҷавон ба кумитаи шаҳрии ҳизб ва кумитаи иҷроияи шаҳрӣ, ҳокимияти давлатии шаҳрӣ ҳама вақт яке аз маслиҳатгарони асосӣ буданд ва кадрҳои ҷавонро тавсия мекарданд ки ҳамин кадрҳо аз назорати мо гузаштагӣ бояд ҳамин кадрҳоро мо тарбият кунему чӣ кунем.
азам бобоич дар вазифа дар коре ки мекарданд бисёр ҷиддӣ буданд. аз сабаби он ки кору фаъолията баланд медонистанд, нағз медонистанд ва ҳама вақт ёрдамчӣ ҳамин сохтори назорати халқӣ ёрдамчӣ кумитаи партияви шаҳри Исфара буд. ман дар ёд дорам ки ҳамеша дар бюроҳои комитети партияви шаҳр баромад мекарданд. ҳамеша барои беҳтар кардани кор, барои фаъолияти корхонаҳо, барои фаъолияти муассисаҳои давлатӣ албатта маслиҳатҳо медоданд ва барои қабул кардани қарорҳо дар бюроҳои комитети партияви шаҳр ҳамеша дастур медоданд, маслиҳат медоданд ва он давра барои аз сабаби ҷиддӣ будани ин сохтори анамин комитети назорати халқӣ бисёр мардум таваҷҷӯҳ мекарданд. ман фикр мекунам ки дар роҳбарии ҳамин сохтор худашон инсони баланд, инсоне ки фақат тарафдори коргари оддӣ буданд, кӯшиш мекарданд ки ба мардум кӯмак расонда тавонанд. агар мабодо роҳбарони корхонаю идораҳо агар муроҷиати шаҳрвандонро ё кормандонро ба эътибор намегирифтанд, ин кас танбеҳ ҳам медоданд. бинобар ҳамин ман фикр мекунам ки дар рушду нумои анами иқтисодиёти Исфара, дар рушду нумои ободонии Исфара ва шаҳру ноҳияи Исфара бисёр ҳам хизматҳои шоён карданд. корҳои некашон, амалҳои некашон дар дилу дидаҳои мардуми шаҳру ноҳияи Исфара албатта то абад зинда мемонад. ёдашон ба хайр бошад ҳамеша. зинда намудани номи ин хел шахсиятҳо як барои насли наврас моҳияти ниҳоят тарбиявӣ дорад. ҳамон вақт ҳам мо бо ако будан, ҳозирам худо раҳмат кунад мо бо ако ҳастам ки пурсадагар мо ҳамчун ако ба ёдоварӣ мекунем, ако Азамҷон гуфта ёдоварӣ мекунем. фикр мекунам ки ҳама бояд ҳамино бояд тоза бошад, ҳамино бояд ба фаросат бошанд, ба савод бошанд. ҳамика одамо агар бошанд, агар бо Тоҷикистон чандин баробар пештару хубтар бо тараққӣ мекунанд. ман ако Азамҷона солаи тӯлонӣ медонам, ҳамчун одами бузург, одами тоза, чихел ки дар инҷо гуфтанд, тамоми ҳаёти худро дар кадом мартаба ки набошанд барои гул шукуфтани шаҳру ноҳия, барои баланд бардоштани нишаста боз ба ҳамин телевизор нигоҳ карда ба ҳамин ёру ҷоро доим ёдтон биёд, шумо мана роҳи сафар чихел ки гуфтанд то 100 солагӣ. غیر از این من یک دیگه میرم گفتم انگشتگی همتون راضی باشتون در کار. این هم یک میرم برای همین من شما که 3 کس 3 اهل عائله ما دوشنبه و رفته نام فخر گفتاندن. من رفیق شهر سیمان جان خصوصا سرور ما رضا کنسروی و اینا نام اینا گرفته، این نام همین من شما، فخر همین من شما، مدنیت همین من شما اگر دانیم اگر که از درین حاکمه های بتون ولایت و دیگر جاها راهبر ما پرزیدنت ما حکومت ما به نظر گرفته و همین نام بگردد. یک بار دیگر همین مبارکباد بکنید که چپکی سخت انتون من از نام 20,000 نفر نفقه‌گران جنگ و میهنت که پریزمی و همه گشته است از نام شخصا از نام خودم حکومه برادرم آیا یک شانسال کار میکنید مبارکباد میکنم و صفی ما درآمدهشان به رسول یک تا کم بود 1999 بود
19,999 شما کتی 20,000 شد. این خدا همین روز برساند. برای تاریخ و اینا بسیار گفتم ممکن از آقای بسیار کشیده من نظر ببینم. همین درد برسیدم. یا خواهش ملکی یا خصوصا یا شاه بسیار خراکترهای همین کسا یاد گرفتم. کاربریگی های همین ها یاد گرفتم. خود باشتم کلام باشتم. یک چیز من میگم آیلشان عالی ناز فرزندان میرها خصوصا من یک چند سال 2 فرزندشان بوده کار کردم دو جان و زفر جان کرده اگم نیتی من همین که هر یک آیلند همین خیلی فرزند باشد همین فرزند باشد اخیر و دعا میکنیم دست برداریتان در قطار حکام برادرم همین شما سیاست سلامتی ساقی تیمجی ریسپوبلیکا هیچ کس سرش در نکند باشد به خار نزند آخری کارش خدا بخیر کند دوست به خار و دشمن به زار نامرد مفتاد نشود برای بهبودی رایان ما برای بهبودی ولایت ما برای تیمجی ریسپوبلیک ما حاکم های ریسپوبلیک ما آمین الله اکبر چهاردهم می سال 2009 در جای کار هنگام اجرای وظیفه جمعیتی از عالم چشم پوشیدن این فرزند صادق وطن شهادت از آن می دهد که زندگیشان تا آخرین لحظه حیات خدمت به دولت و خلق پیوندی داشت. عمر انسان به شماره سالها نه بلکه با کارهای نیکی که برای مردم انجام می دهد ارزش می یابد. اعظم جان امکجانوف از آن شخصیت‌های بود که با عدالت، پاک وجدانی و خدمت صادقانه‌اش در قلب مردم جای گرفت. از چنین انسان‌ها نام نیک می‌ماند و خاطره نیک جاویدان است. زنده و جاوید ماند هر که نکو نام زیست که از عقبش ذکر خیر زنده کند نام را.